اردک یا مرغابی جنگلی یکی از پرنده‌هایی که توی سراسر تالاب‌ها و رودخونه‌های ایران قابل پیدا شدن. یکی از ویژگی‌های این پرنده‌ها اینه که چشم‌های طلایی دارن و به شدت تیزبینه و اینکه میتونن با سرعت 80 کیلومتر در ساعت پرواز کنن. محل زندگی و لونه‌سازی این پرنده‌ها هم درختان نزدیک به آب هست. جوجه این پرنده به دنبال مادرشون از ارتفاع چند متری میپرن ولی هیچ اتفاقی هم براشون نمیفته. این یکی از حقایق جالبیه که در مورد این پرنده ها وجود داره.